دوست میشن دیگه. تفریح سالمیه. سلام شما هم میاد. آقا از اون ور شروع کنیم بعد دور برگردیم بریم. بهش هم اول میگه هدف تفریحه. به بیشتریاشون میگم. چی میگم به؟ هیچ حرفی نمیزنم. چقدر میکنن میره؟ آره دیگه. چه نمیگم با هم رفاقت میکنن آخرشون بهشون میگم. آخرش میگه چی میشه؟ میرن دیگه. دوست نمیشم. ببین چرا؟ به خاطر اینکه حال و حوصله‌شو ندارم واقعیت. بعد از اونورم هزینه داره. بعد باید نازشون رو بکشی. از این صحبت‌ها من ترجیح میدم که کار کنم با رفیقام باشم راحت ترم. دلیلشو بگم؟ نمیتونم بگم. دلیلش بده؟ نه دلیلش بد نیست اما هر چیزی مقطع سنی داره. نظر این مقطع سنی داره که تو مقطع سنی و اینه که مثلا چش تو چشیه با پسر بعد میری با دختر دوست میشی که بعضیاشون به قصد تیغیدن میان که اونور گفتیم که نمیتونن بتیغن. یه سری از پسرا هستن که یه سری آپشنا دارن با دختر دوست میشن به خاطر اینکه به یه سری از نیازشون برسن مثل پوز دادن که دخترها چیزی برای پوز دادن ندارن. فکر کنم دوستیای الان خیلی بی‌پایه و اساسن و همشون برای سرگرمی و وقت گذرونی دوست میشن. اگه یه روزی توی خوشگذرونی یا عاشقش بشی دیگه موضوعش فرق میکنه کاملا بحث جدی میشه.